ورق‌های ما تا 2865 درجه سانتیگراد رو تاب‌آوری در مورد حریقشون دارن. یکی از آیتم‌های دیگه که در مورد ویژگی‌ها هست بحث عایق صوتی هست و ما برای اینکه بخوایم که در پروژه‌هایی که صوت رو بخوایم دمپ بکنیم از محصول ما میتونید به خوبی استفاده بکنید. ویژگی بعدی در مورد عایق‌های حرارتی و برودتی هست که برای مباحث مربوط به انرژی ساختمان خیلی کاربرد داره. مبحث بعدی ورق‌های ما به نوعی در مورد عایق رطوبتی خوبی هست که میتونه در مورد رقابتی که با محصولات مشابهش داره اونو متمایز بکنه. اما در مورد کاربردهایی که در مورد ورق‌های فیبرد هست در عرصه ساختمان بخوام خدمتتون بگم، محصول ما در مورد سیستم درایوال و سیستم ساخت و ساز خشک داره استفاده میشه. ما در گروه صنعتی فیبو محصول رو به دو دسته تقسیم کردیم. یک محصول که در مورد ساخت دیوارها و تیغه‌ها و پارتیشن ها هست که تونستیم توی قسمت R&D و فنی مهندسی تولید بکنیم و بخش دیگه در مورد لاین دکوراسیون داخلی هست.